کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری در ترکیه گفت در مذاکرات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده است که حالا برای مسکو یک مرحله خیلی جدی در امر اجرای شرط آتش بس در شرق اوکراین رسیده است. ضمن سخنرانی امروزش در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو کری گفت که روسیه و جدایی طلبان اوکراینی باید سازش آتشبسی مینسک را رعایت کنند. یکی از مسائل مورد بررسی نشست ناتو هم در انطالیا بحران اوکراین، ناآرامی ها در خاور میانه از جمله سوریه و عراق بوده است. این موضوع ها روز 12 می در مذاکرات طولانی وزیر امور خارجه آمریکا جان کری با همتای روسش سرگئی لاوروف و پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سوچی هم مطرح شد. کری و لاوروف بعداً در برابر خبرنگاران خلاصه های مذاکرات خود را بیان کردند. بعضی منقدان میگویند که این مذاکرات قریب که بی نتیجه انجامید. تا کجا واقعا هم این گونه است؟ میپرسیم در یک مصاحبه از رئیس منطقوی رادیوی آزادی مردا ساغام. برداشت خود شما از این مذاکرات چی است؟ از اون صحبت‌هایی که درست رهبران میکردن؟ البته محتوای اصلی این مذاکرات و نتیجه واقعی اون برای ما، برای اذهان عمومی پنهان است. ولی از گفتگوی مطبوعاتی که هر دو وزیر امور خارجه داشتن میتوان گفت که بیشتر برای درک مواضع همدیگر بوده تا اینکه توافق جدیدی، توافق مهمی انجام گرفته باشد، مخصوصا در رابطه با اوکراین. در محور هم اوکراین بود در محور صحبت‌ها. بله، در این 2 سالی که روابط آمریکا و روسیه آمیخته با تشنج بوده، همیشه دولت اوباما و مخصوصا وزیر امور خارجه جان کری کانال‌های دیپلماسی را با روسیه باز گذاشتند و بارها با هم ملاقات کردند و بارها با هم گفتگو کردند. ولی در بحران اوکراین تفاوت بزرگی نداشته این ملاقات ها و مذاکرات و آمریکا که میخواهد روسیه را باز به عنوان یک شریک دیپلماسی در دنیا داشته باشد، اقدام جدیدی نمیتواند انجام بدهد تا موقعی که حکومت پوتین در اوکراین روش خود را تغییر دهند. آیا مذاکرات دیروز این نتیجه را خواهد داد؟ باید منتظر ماند. بله، یک اندیشه هم در پشتی بعد از مذاکرات دیروزه این رهبران صدا داد که همین ملاقاتی که واقعا در 2 سال اخیر برای نخستین بار در سطح وزیران خارجه آمریکا و روسیه برگزار شد، این ملاقات پیش از همه برای آمریکا لازم بود به خاطر منفعت‌هایش در مسئله‌های تهران و دمشق یا ایران و سوریه که نقش روسیه در این همه مذاکرات خیلی مهم است. فکر شما چی است؟ البته در گفتگوهایی که قبل از این ملاقات انجام گرفته حتما هر دو طرف دلایل خود را داشتن. باز از ما پنهان است که در چه شرایطی موافقت انجام شد که این سفر جان کری اتفاق بیفته و این مذاکرات در جریان باشه. بله، این برای ما معلوم نیست. هر دو طرف حتما منافع خود را داشتند که این ملاقات را انجام بدهند. ولی در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر، سیاست آمریکا در سوریه به طرف شکست دادن حکومت اسلامی در سوریه پیش می رود. 5000 نیروهای سوری، معترض سوری ولی مخالف حکومت اسلامی، از طرف نیروهای آمریکایی تعلیماتی می‌بینند حالا و به اونها کمک‌های مختلف نظامی میره که این نیروها علیه حکومت اسلامی بجنگند. پس آمریکا میخواد اوضاع در سوریه حداقل حکومت اسلامی را شکست بده. سرنوشت حکومت اسد چی میشود؟ اینها موضوعی است که آمریکا با روسیه باید صحبت و گفتگو و توافق کند. بله. شکست حکومت اسلامی به کمک و طرفداری روسیه احتیاج داره. این مرحله اول. مرحله دوم، آیا چه آینده‌ای برای سوریه تعیین میشه و آیا میتونه آمریکا و روسیه میتوانند با هم موافقت کنند یا نکنند سر سرنوشت سوریه؟
آیا مناطق سنی از مناطق علوی جدا میشه؟ سوریه کنونی از بین میره و یا به عنوان یک کشور متحد باقی میمونه و اگر باقی میمونه اون موقع باید بین اسد، روسیه، آمریکا، نیروهای معترض توافقی انجام بگیره. بله. تشکر به شما. در صحبت با رادیوی آزادی رئیس منطقوی رادیوی آزادی مرداس آقا بودم.